نزدیک 150 خانواده که در بیناهای نوساخت قصبه یا میکروناحیه 12 شهر خوجند زندگی میکنند میگویند که بنا بر حجت‌ها آنها در این خانه‌ها وجود ندارند. بناهن با مشکلات زیاد روبرو میشوند. شهرداری خوجند میگوید به زودی به این ساکنان سندی منزل داده خواهد شد، ولی این وعده هنوز 1 سال پیش صدا داده تا حال اجرا نگشته است. ساکنان میگویند در جای قید اقامت ندارند. هر یکی محاولی فروخت اومدگی یا خانه ها نو کنیم گفته اومدگی مبلغ سپوریدگی شرطنامه بستگی بین قدرتچی و شهروندو میگه تا حال شناسنامه تکنیکی نیست. ما یک حتی یک دکتر جزینیم آدرس داده نمیتونیم اینجا یک فلاکت شدم. معلوم آدم گرفته نمیتونه. این هر یک آدم ولی اینجا اینقدر پرپسکاش نیست است. همه کسان داره. این 4 بینای 6 آشانه را در مساحت 50 صدیق هکتار شرکت بخت بنیادکار ساخته است. سران آن میگویند مشکل از حجتگذاری اولیه سر زده است. تشخیص اکسپرتیز ساختمان را باید از نو یک بار دیگه گذرانیم. ما این تشخیص را هم گذرانیده از نو باز همشه به پورگی تیار کرده به حکومت برده سپاریدیم و به ما وعده داده ایستاده‌اند که در روزهای نزدیک همه حجت‌های ما رو به پورگی به حساب همه مشتریان ما رو به پورگی صاحب کرده به صاحبانشان میسپاریم. حجت‌ها برای آن پیچیده شدند که ساختمان بیناها را شرکت دیگری در دوره شهرداری پیشینه سر کرده ناتمام گذاشته است. در پاسخ رسمی شهرداری خوجند به ساکنان گفته می شود که نسبت جای داشتن کمبودی‌های ساختمانی یعنی به حجت‌های داخلدار شهرداری استفاده بردن بینای استقامتی به فرمایشگر ساختمانی بخت بنیادکار امرنامه شعبه معماری داده شده است. ولی برای ساکنان مهم این است که با تصدیق شدن حجت منزل آرامش یابند و از پی کارهای خود شوند. ما هم با حیران که پول سویت پول آب واریم میتیم چون دکومنت نیست همینجا ما مهاجری میرفته که پایده شیشتیم که کای به دکومنت میشد و سانه خاطر جمع که برویم افته. سالهای آخر ساختمان منزل در تاجیکستان بیشتر شده، بلندآشانه‌های زیاد قامت می‌افرازند، ولی اکثریت آنها با مشکلات زیاد درگیرند، از انتخاب جای گرفته تا صفت ساختمان و تهیه اسناد. در دوشنبه نیز ساکنان چند بینای نو نیز سالهاست منتظر حجت‌گذاری‌اند. برخی از آنها میگویند حجت ابزار فشار به شرکت‌های بناکاری است برای پرداخت‌های علاوه‌ای یا تقدیم مقدار معینی خانه‌ها به مقامات از بناهای نو. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.